ما در جمهوری اسلامی این روز را روز عید قرار دادیم، روز وحدت قرار دادیم. این هفته را یک هفته جشنی قرار دادیم، اسمش هم گذاشتیم هفته وحدت. کار خوبی بود، اما بایستی تحقق پیدا کنه. باید بریم به سمت عملی شدن این. حالا وحدت یعنی چه؟ مراد از وحدت قطعا وحدت مذهبی نیست، یعنی این که این به مذهب اون در بیاد، اون به مذهب این در بیاد، یک مذهب، نه، این قطعا مراد نیست. وحدت جغرافیایی هم نیست، مثل اون چیزی که در دهه‌های 60 میلادی و 70 میلادی بعضی از کشورهای عربی با هم اتحاد پیدا کردن، اعلام کردن که یکی هستن، که نشد و نمیشه و امکان نداره. مراد اینم نیست. مراد از وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است. اول تشخیص بدیم منافع امت اسلامی کجاست، در چیست، بعد در این زمینه ملت ها با هم توافق کنن. دولت ها هم اگر چنانچه انشاءالله به این راه هدایت بشن، خدا دلهاشون رو به این سمت بکشانه، در جهت منافع امت اسلامی اینا توافق کنن، ببینن امت اسلامی امروز به چی احتیاج داره، با کی باید دشمنی کرد، با کی بایستی چجوری دشمنی کرد، با کی باید دوستی کرد و چجوری دوستی کرد. این جهتگیری ها رو در ضمن گفتگوها، مذاکرات به توافق برسن، در این جهت حرکت کنن. مراد اینه، اشتراک عمل در برابر نقشه های استکبار.